تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شوهد شغب است و جهل و ظلمت، هوایان خبر ندارند ز مقام آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خوی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جای که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پابند شوهد، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، هر از آدمی شنیدم بیان آدمیت. هر از آدمی شنیدم بیان آدمیت. دوستان عزیز، از قرائت این غزل شیخ مصریالدین سعدی شیرازی، آدم و آدمگری را آموختن ممکن است. باقی سلامت و سربلند باشید دوستان عزیز من.